از سلمه ابن اکوع رضی الله عنه روایت شده است که مردی در نزد رسول صلی الله علیه وسلم طعام خورد با دست چپش. پیامبر علیه السلام گفت کل بیمینک، با دست راستت بخور. اون گفت که نمیتونم. پیامبر علیه السلام گفت که نتونی. دیگر دستش به پیش دهنش برده نتونست. اون از کبر که من امر کرده استودای و من گفته استودای، در دلش چیزی بود و گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم نگرفت، در حالی که وقتی به دستی چپ میخوری شیطان قطب میخوره. این سنت و این روش انسان مسلمان، انسانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌دارد، بر دین او هست، این نیست که به دست چپش بخوره، مگر اینکه دست راستش یگان عذری داشته باشد. تنها به دست راستش میخوره. و متاسفانه در جامعه ما، مخصوصا جامعه توجیک، این چیز گاه رعایت نمی‌شود و در سطح دانشمندان نمیدونم چی سبب است، یا با اونها نرسیده است این مسئله، یا چی سبب است که گاه ها میبینی به دست چپ چای مینوشد، به دست چپ تناول میکنه، چیزی رو که خب دیگر اون انسان نمیشود در مابین مردم گفت، زیرا که ممکنه که با سبب فتنه بشود. ولی باید ما با هر واسطه با نیت آنه که به مشکلی، به فتنه انداختن این مسئله را حل بکنیم و در جامعه این مسئله ها را برداریم. از اینه که یک مسئله های اختلافی قطعی مشغول شیم و سر خود و سر دیگران را گرم کنیم، این نشان بدهیم که فرزند، پدر، مادر، کسی که نشنید این گپ رو که به دست راست باید انسان بخورد، به دست راست بخورد. و این چنین مسئله کبر که این نفر به دست چپش خورد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت به دست راست بخور، گفت نمیتونم. یعنی میتونیست ولی نکرد. پیامبر علیه السلام گفت نتونی. خب دیگر دستش نتونیست. این تنها این نتونیست که به دهنش بردارد، این را تنها همون کبر بود که منع کرد برای گپی رسول صلی الله علیه و سلم گرفتن.